اما الیماییس پایان کار تاریخ سرزمین کوهگیلویه نبود. و اکنون میخواهم شما را به سفری به گستره تاریخی بلاد شاپور ببرم. میخواهم شما را به جغرافیایی ببرم که طبیعت نقشی مهم در شکلگیری تاریخ آن ایفا کرده است و شما را با تاریخی آشنا کنم که ساکنان این سرزمین یک هارمونی ویژه با طبیعت در آن خلق کردند. من ارود شاه بزرگ الیماییس، تاج شاهیم را از الهه های سرزمینم می ستانم. تاریخ همچنان به حرکتش ادامه داد و با گذر از جاده زمان به قرن سوم میلادی رسید. میخواهم اسرار دیگری از تاریخ این سرزمین را برایتان آشکار کنیم، اسراری که به دست آوردن آنها در لابلای صفحات تاریخ گمشده این سرزمین کاری است طاقت فرسا، اما زوایای پنهان تاریخ استان کوهگیلویه و بویراحمد را برایمان آشکار می‌سازد. برای روشن شدن یکی از اسرار سرزمین کوهگیلویه به نقش رستم در فارس امروزی می‌رویم، جایی که شاپور اول ساسانی در کتیبه‌ای در کعبه زرتشت از دختری نام برده که به عقد جدش ساسان در می آید. نام آن دختر دینک بود و لقبش رامبهشت. محمد ابن جریر طبری مورخ ایرانی قرون سوم و چهارم هجری داستان این دختر را در تاریخ طبری آورده است. رامبهشت دختر گوچهر بازرنگی حاکم استخر فارس در قرن دوم پس از میلاد بود. با ساسان موبدی از نیایشگاه آناهیتا در استخر فارس درآمیخت و پسری به دنیا آورد که بابک نام گرفت و بابک هم به مانند پدر موبد آتشکده بزرگ آناهیتا در استخر پارس گردید. بابک هم صاحب پسری شد به نام اردشیر. این پسر همان اردشیر بابکان نوه ساسان و رامبهشت بود که در سپتامبر 224 میلادی با شکست اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی یک امپراتوری را بنیان گذاشت. یک امپراتوری جهانی دیگر از ایرانیان که به نام پدر بزرگش ساسانیان نام گرفت. پس از اردشیر بابکان فرزندش شاپور اول این امپراتوری را به اوج قدرت رساند. او تمامی قلمروهای پیشین ایرانیان از آسیای میانه و رود سند در شرق تا دریای سیاه و مدیترانه در غرب آسیا را به قلمرو ایران ملحق ساخت و سه امپراتور بزرگ روم باستان گوردیانوس، فیلیپ و والریانوس را طی نبردهایی کشته یا به اسارت گرفت. اقداماتی که شاپور را تبدیل به قدرتمندترین پادشاه ایرانی در جهان پس از هخامنشیان نمود. اما اقدامات شاپور تنها به مسائل سیاسی نظامی محدود نبود. شاپور چندین شهر بزرگ و همراه مجموعه‌ای از صدها و جاده‌های کوچک و بزرگ را در سرتاسر ایران بنا کرد. از بیشاپور در فارس تا نیشابور در خراسان و از شاپورخواست در لرستان تا گندی شاپور در خوزستان. اما در این میان سرزمینی هم وجود داشت که سرزمین بازرنگیان بود و زادگاه رامبهشت جد مادری شاپور. جریر طبری بازرنگیان را مردمانی ساکن جنوب زاگرس نوشته که در عصر اشکانیان حاکمیت استخر پارس از فارس تا کوهگیلویه و بویراحمد امروز را در دست داشتند.
امروزه روستای بازرنگ در حومه شهر یاسوج بازمانده ای از آن دوران است و رامبهشت جد مادری شاپور هم دختر گوچهر بازرنگی. این نسب اجدادی احتمالاً علاقه شاپور به این سرزمین را در پی داشته است و شاید همین علاقه بود که سبب شد این سرزمین کوهستانی در دوره‌ای از تاریخ سرزمین شاپور خوانده شود. سرزمینی که با ورود اعراب مسلمان به ایران بلاد شاپور خوانده شد. از کوهستان با شکوه دنا که عبور کنیم، گستره وسیعی از کوه‌ها و دره‌ها را در برابر خود می‌بینیم. می‌خواهیم بلاد شاپور باستان را پیدا کنیم و این طبیعی است، چرا که تاریخ بلاد شاپور را سرزمینی کوهستانی یاد کرده. با جستجو در لابلای تاریخ به نوشته ای از یک جغرافیدان عرب می‌رسیم. نوشته ای از محمد ابن احمد مقدسی در قرن 4 هجری که در حقیقت مربوط به زمانی است که قرنها از پیدایش بلاد شاپور می‌گذشته. اما مقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم از سرزمینی نام برده که شاپور بنا نهاده و بر دیگر شهرهایی که در خراسان و خوزستان بنا کرده بود ترجیح می‌داده. او آنجا را سرزمینی کوهستانی نام برده که آب و هوای بخش‌های گرمسیری آن به دمشق در سوریه شباهت داشته. بنابراین باید از کوه‌ها و دشت‌های میانکوهی بسیاری گذر کنیم تا این سرزمین باستانی که تنها اثرش در تاریخ نوشته‌های همین جغرافیدان در بیش از 1000 سال پیش است را بیابیم.